سلام به کانال یوتیوب من، خیلی خوش اومدین. امروز قراره بهتون این میکاپ رو آموزش بدم که میکاپ جزمینه توی فشن شوی ویکتوریا سیکرت 2025 که به نظرم خیلی قشنگ بود. برای همین تصمیم گرفتم که این میکاپ رو آموزشش رو توی کانال بذارم. اگه دوست داری میکاپ رو یاد بگیری حتما تا ادامه ویدیو رو ببین. من برای این آرایش اول میخوام از آرایش چشمم شروع کنم، چون یه آرایش کات کریسه خب و گوشش تیره است و ممکنه که بریزه. برای همین ریسک نمی کنم و یه راست میرم اول آرایش چشمم انجام میدم، بعد میرم سراغ بقیه مراحل میکاپم. برای همین اول میام پشت چشمم رو کانسیلر میزنم. کانسیلرم داره تموم میشه ولی گفتم دیگه بذار اینو بزنم که دیگه تموم شد بعد بندازمش دور. پشت پلکم کانسیلر میزنم. من انقدر از این فشن شوی ویکتوریا سیکرت خوشم آمد که نگم براتون. به نظرم خیلی خفن بود، خیلی، خصوصا شروع اولش که با جزمین بود عزیزم. یعنی با اون شیکمه خوشگلش اومده بود و داشت کتواک میکرد. به نظرم خیلی جذاب بود و توی همه رسانه ها پر شد که قشنگ این وایب رو به همه داد که من هم میتونم یک زن باشم، هم میتونم یک مادر باشم، هم میتونم مدل باشم. عزیزم خیلی قشنگ بود و اصلا همین شد که من چون خیلی بهش توجه کردم و رفتم عکساشو نگاه کردم گفتم اوف چه آرایشی، چقدر آرایشش خوشگله. میکاپ کارشون هم فکر کنم مک نمیدونم اسمشو اینجا میزنم، اسمش خیلی برام سخته، یعنی نمیدونستم اصلا میکاپ کارشون اینه. وقتی که سرچ کردم متوجه شدم مک گریس نمیدونم، ولی واقعا کارش خیلی خوبه و تمام آرایش‌های بچه‌ها رو که انجام داده از محصولات خودش استفاده کرده، یه جوری برای خودش هم تبلیغ کرده دیگه. زرنگه. پشت پلکمو با پنکیک خشک میکنم. خب قشنگ میخوام پشت پلکم یک دست باشه، اصلا نمیخوام که هیچ ایرادی روی بیس کارم یعنی بیس سایه‌ام ایجاد شه و خیلی سایه‌اش خوشگله. ببین با اینکه آسونه سایه‌اش ها، واقعا سایه آسونیه، ولی انقدر که به جزمین اومده که نگم براتون. من خودم خیلی خوشم اومد از سایه‌اش و دقیقا مناسب کساییه که پوست برونزی دارن، قشنگ یه حالت براقی داره، خیلی خوشگله. دیگه الان میدونم دیگه همتون از تابستون دیگه همتون پوستتون اکثرا برونزه، برای همین گفتم هنوز وقتشه که من این آرایش رو انجام بدم. هنوز اونقدر ما از تابستون دور نشدیم. دیگه خیلی کارو محکم کاری کنم میام یه مقداری از پودر فیکس هم میزنم روی پشت پلکم. ببین دیگه قشنگ دارم 0 و 100 انجام میدم دیگه. پالت کانتورم استفاده میکنم. خب میام از این رنگ قشنگ کانتورم که برای برونزی کردن صورتم استفاده میکنم. اینجوری با یه براش ازش برمیدارم میتکونم. بعد میام چیکار میکنم؟ میام قشنگ زیر استخون پلکم رو تا این قسمت جلو سایه میزنم، یعنی برانزر میزنم، سایه نیست. برانزر خیلی از میکاپ کارای مطرح دنیا میان پشت پلکشون رو از پالت برانزر و کانتورشون استفاده میکنن. میگن که قشنگ ترین بیس رو میده و تونالیتش با رنگ پوستتون خیلی خوشگل از آب در میاد. میام قشنگ اینو اینجوری میارم تا این قسمت جلو و میدمش این پایین، میارمش اینجا. میبینی؟ قشنگ این قسمت قشنگ زیر این استخون پلک که بهش میگن کریس میارم تا قسمت جلو تا اینجا. خب و انتهاشو یک کم، خیلی کم میدم بیرون و میارمش به سمت داخل اینجوری. از این رنگ قهوه‌ای تیره میخوام استفاده کنم که رنگش به این چقدر خوشگله. ببین خب با یه براش ازش برمیدارم. قسمت پایین کریسو شروع میکنم به سایه زدن. الان از همین رنگ قهوه‌ای رو
میزنم این قسمت اینجوری تپ 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 همجوری براشو میزنم برمیدارم و دست میام اینجا ببینید از رو به رو اینو اینجوری میدمش زیر استخون پلکم. از یه براش قشنگ کوچولوی اینجوری استفاده کنیم و بزنیم داخل رنگ مشکی. چرا براش کوچیک استفاده میکنم؟ چون میخوام سایه رو متمرکز بذارم و خیلی کم بذارم. اگه براش بزرگ استفاده کنم ممکنه این ور اون ور بشه و سایه کرکسیف بشه. خارجی چشمم رو دقیقاً اینجا رو شروع میکنم خیلی آروم آروم سایه مشکی زدن. میبینید چجوری دارم میزنم و خیلی کم. دوباره براش اینجوری با دستم تمیز میکنم و میارمش به سمت داخل که قشنگ حالت گوشه اسموکی رو به چشمم بده. همین این سایه رو به بن موجم نزدیک میکنم که مرزی نندازه. سراغ سایه شاینی که قسمت جلوی چشمه زده اومده از یه شاین طلایی این رنگی استفاده کرده که من اولش فکر کردم که گلیتر زده، بعد که دقت کردم نه، سایه شاین خیلی نرمی هم زده. میام با انگشتم اینجوری ازش برمیدارم جلوی چشمم. اصل آرایش ویکتوریا سیکرت همین سایه شایناشونه که براشون زده شده. برای خط چشم میام از یه خط چشم استفاده میکنم و این قسمت جلوی چشمم رو نزدیک به بن موجم شروع میکنم به مشکی کردن. قشنگ یه خط کوتاه، بلندم نه. الان وقتشه که بریم دیگه زیر چشممون رو پاک کنیم، چون من رفتم موجامم گذاشتم دیگه و دیگه چیزی نیست که بخوایم روش انجام بدیم برای بالای چشم. و میام با تونر زیر چشمم رو قشنگ تمیز میکنم که اگه حالا هر چی ریخته و اینا دیگه تمیز بشه. میرم سراغ کرم پودر. میام از این کرم پودری استفاده میکنم که دقیق همرنگ پوست گردنم باشه و میام کرم پودر اینجوری چند پامپ ازش میزنم پشت دستم. بعد میام با انگشتم شروع میکنم گرم کردنشو میزنم روی پوست صورتم. از بیوتی بلندرم شروع میکنم اینجوری میزنم روی کل صورتم که این پخشه. احساس میکنم که کرم پودرم جا داشت یه خورده تیره تر بشه. الان میرم یه خورده تیره ترش میکنم. یه خورده الان برای پوست من روشنه، من جا داره پوستم یه کوچولو تیره تر بشه. کانسیلر میام از یه کانسیلر یه خورده رنگ نخودی استفاده میکنم چون دیگه خیلی روشن بزنم خیلی زشت میشه با این آرایش. و میام یه کوچولو این قسمت اینجاها و اینجا میزنم. میام با یه براش شروع میکنم به پخش کردن کانسیلر. چقدر خوشگل شده آرایشم و من خیلی دوستش دارم. کلا اینجور آرایش‌ها رو من خیلی میپسندم، خیلی خوشگله. برانزرم استفاده کنم. میام از برانزرم برمیدارم و این قسمت اینجوری میزنم. خب اینجا هم همینطور بالای لبم میزنم. این قسمت یه کوچولو اینجا در همین حد. بیوتی بلندرم شروع میکنم به پخش کردنش. وقتشه که بریم سراغ رژگونه. میام از این رژگونه توصاف تدی رود استفاده میکنم چون رنگش قشنگ یه رنگه که به درد این آرایش الان خیلی میخوره و خود رژگونه های جزمین اگه دقت کنید این رنگیه. با یه براش شروع میکنم به پخش کردن این رژگونه و تا این قسمت اینجوری میارمش بالا. خب اینجوری. بعد میام این جایی که اینجوری زدم رو بینیمو قشنگ همینجوری تب تبی شروع میکنم به پخش کردنش و خیلی کم آروم میارمش پایین. اینجا هم همینطور.
براش اینجوری از رژگونم برمیدارم. خب و این قسمت رو این شکلی خط میندازم. انگشتم شروع میکنم به پخش کردنش. اینجوری رنگ موزی استفاده میکنم، قشنگ میتکونمش. خب و میزنم این قسمت زیر چشمم که قشنگ خوشه. از پودر فیکس رنگ روشن و اینا هم استفاده نکنید، چون به این توناژ رنگ پوستیمون در حال حاضر واقعا نمیخوره. در کل که من اصلا از رنگ پودر فیکس روشن خوشم نمیاد. یا باید اینجوری رنگ موزی باشه یا رنگ صورتی باشه، خیلی خوشگل میشه، یا بیرنگ. وقتش میرم سراغ خط لب. میام از یه خط لب قهوه‌ای استفاده میکنم و قشنگ روی لبم خط لب میکشم. این رژگونه توصاف تدی برمیدارم و قسمت داخلی لبم میزنم، روش برق لب میزنم. وقتشه که اسپری فیکس بزنیم. اسپری فیکس هم نداره. از میکاپ امروز ما که میکاپ جزمین بود توی فشن شوی ویکتوریا's سیکرت 2025 که به نظرم خیلی خوشگله و خیلی من از این آرایش خوشم اومد، مخصوصا از این سایه کات کریس که به نظرم واقعا قشنگه. همین دیگه، امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. تا ویدیو بعدی، فعلا خداحافظ.